راجع به این عکس وقتی با آقای مجیدی داشتیم صحبت میکردیم گفتن که دومین نفری که من باشون تماس گرفتم و دعوت کردم که به این مجمع اضافه بشن حبیب آیکسوی بود. یه ذره از اون تایم واسمون بگید و چه چیزی باعث شد که شما جذب این مجمع شدید و در حقیقت این قاب به این زیبایی شکل گرفت. عرض کنم که روزی که خاطرم از آقا مجید دعوت کرد که با یک مجمعی با این اهداف و با این خصوصیات قرار است راه اندازی بشه که حتی ما اسمی هم براش نداشتیم. خب چون آقا مجید رو من سالا میشناختم و ارتباط بسیار خوبی با هم داشتیم، به نوعی دعوت رو لبیک گفتیم، یعنی اومدم نشستیم صحبت کردیم، توضیحاتی دادن راجع به اینکه یک مجمعی با این خصوصیات قرار است که راه اندازی بشه و ما هم استقبال کردیم چون به حال ایشون آدم بسیار موجه و درجه یکی هستن و وقتی که دعوت کردن توضیحاتی هم که دادن، درسته که خب توضیحات ابتدایی راجع به اول راه مسیر ایاد بود ولی خب قانع کننده بود برای اینکه ما بتونیم بیایم عضو شیم و بتونیم کمکی بکنیم به دوستانی که در فعالیت تجاری دارن در استانبول انجام میدن. اهدافی که اون روز تبیین کردید و دور هم جمع شدید و این قاب رو تشکیل دادید، آیا اون اهداف به سرانجام رسید یا مسیری که اون اهداف داشت تغییر کرد؟ تو جلسات اول راجع به 2 تا هدف صحبت شد. بحث حمایت از مصرف کنندگان به نوعی، یعنی افرادی که به عنوان سرمایه گذار قرار است که بیان در استانبول سرمایه گذاری بکنن، حالا چه در حوزه کسب و کار، چه در حوزه املاک، چه در حوزه سینما و حوزه های مختلف. حمایت هایی که ایاد میتونه از این افراد بکنه، حتی تو بحث های مهاجرتی، تو بحث های حقوقی. یه بود این بود. یه بودم در مورد این بود که یه جورایی مثل سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده، یعنی یک کانسپت اینجوری در نظر بگیرید. یه بودش هم این بود که شرکت هایی که الان فعالیت دارن میکنن اینجا و تعدادشون هم خب کم نیست، ایرانیای بسیار موفق که شرکت های خوب دارن کار خوب میکنن، کار درست انجام میدن، اینا رو ما بتونیم زیر یک سقف داشته باشیم و این مجمع بتونه از اونها هم اگر جای مشکلاتی دارن یا مواردی دارن بتونه حمایت‌های لازم رو بکنه. من فکر می‌کنم تقریبا در هر دو موضوع ما به اهداف رسیدیم، یعنی به غیر از حالا بعضی از گروه‌هایی که نتونستیم، خیلی شاید ایاد نتونست براشون خیلی کار ویژه‌ای انجام بده، مثل گروه سینمایی‌ها، فکر می‌کنم تقریبا برای گروه‌های دیگه مثمر ثمر بوده و با توجه به وضعیتی که پیش اومد و شبکه‌ای که قرار بود ایجاد بشه و یک نتورکی قرار بود ایجاد بشه بین افرادی که دارن کار تجاری میکنن توی اون فاز شرکت ها، اون که ایجاد شد و ما خیلی خیلی افرادی رو دور مثلا میشناختیم که داشتن کار تجاری میکردن، شرکت خوبی بودن. این باعث شد که ما نزدیکتر بشیم، بیشتر بتونیم ارتباط بگیریم و بتونیم به نوعی یک خانواده بزرگی از افرادی رو زیر یک چتری جمع بکنیم که بتونن به نوعی با هم کارهایی بکنن، بیزنس‌هایی بکنن یا کسب و کارهایی بکنن یا اگر مشکلاتی دارن بتونن به کمک هم دیگه حل و فصلش بکنن. در بود کسانی که به عنوان سرمایه گذار قرار هست بیان در استانبول سرمایه گذاری هایی هم بکنن، اون بخش تجاریمون شاید بیشتر تونست عمل بکنه یا حتی بخش حقوقیمون شاید تونست بیشتر عمل بکنه یا بیشتر بتونه کار بکنه، ولی شاید باز هم نیاز به زمان داریم تا بتونیم تیم‌های دیگه هم فعالتر در اون حوزه عمل بکنن و بتونن سرویس‌هایی رو به افرادی که به هر حال مراجعه میکنن به استانبول برای سرمایه گذاری یا برای خدمات مهاجرتی، بتونیم سرویس‌های دیگه ای رو هم برای این دوستان تعریف بکنیم که با خیال راحت بتونن سرمایه گذاریشون یا مهاجرتشون رو بتونن انجام بدن. ممنونم. آقای مجیدی گفتم ما تو تبیین جذب اعضای جدید نیم نگاهی هم داشتیم به فعالیت هایی که به لحاظ اقتصادی بتونه برای اعضا مثمر ثمر باشه. آیا ایاد راهکاری یا شیوهی یا پلنی داره که از اعضای جدیدی که میگیره بتونه حالا یا با هم فکری یا با طرح مسائل اقتصادی که بهشون میده به کسب درآمدشون هم کمک بکنن؟
به این واقعیت همونطور که آقای مجیدی فرمودن اینا جزو اهداف اولیه بوده، ولی بعدن که ما حرکت کردیم اومدیم جلوتر، اصولا ایاد قرار نیست که فعالیت تجاری داشته باشه، یعنی در اساسنامه‌اش هم فعالیت تجاری تعریف نشد. بیشتر قرار حمایت بکنه از افرادی که قرار است که کار تجاری بکنن. این حمایت به این شکل پیش رفتش که شبکه‌هایی ایجاد شد بین افرادی که دارن کارهای تجاری میکنن و اینا میتونن 2 تا 2 تا 4 تا 4 تا 6 تا 6 تا یا یه تعدادی با هم میتونن به شکل جوینت ونچر با هم دیگه کارهای تجاری رو انجام بدن. یعنی بزرگترین لطفی که ایجاد کرده این حالت ایجاد شبکه اصولا بین افرادی بوده که کارهای تجاری دارن انجام میدن. این که خود ایاد بیاد یک فعالیت تجاری یا یک بستری رو کامل خودش بره رسما و رأسا ایجاد بکنه که درآمدزایی بتونه برای اعضا داشته باشه، چون جزو اساسنامه هم نبودش، در حد پیشنهادات اولیه تشکیل ایاد بود اینها، به خاطر همین به اون سمت هم اصولا ما حرکتی نکردیم. خیر، ممنونم. برای جذب حداکثری آیا شما تو این ابتدای مسیری که حرکت کردید تا اینجا که الان قالب 90 عضو دارید، شما اینو کافی میدونستین یا به نظر شما باید اعضا خیلی بیشتر از این می بود؟ آقای مجیدی تو ذهنش بالای 500 شرکت بود و خیلی ضعیف میدونست. درست میگن، ولی ما یک سیاست انقباضی اصولا داشتیم برای این موضوع. یعنی سیاست ایاد سیاست انبساطی نبوده که هر کسی که شرکت داره بتونه عضو ایاد بشه. اینا جزو همون جلسات اولیه هم مطرح شد. به هر حال ما در هر گروهی در هر جامعه‌ای افرادی هم داریم که شاید خوب کار نمی‌کنن یا درست کار نمی‌کنن یا مشکلاتی رو برای افرادی که اومدن سرمایه گذاری کردن یا مهاجرت کردن ایجاد کردن. کم و بیش به هر حال شاید یه بخششون رو مثلا من میشناسم، یه بخششون رو دوستان دیگه میشناسن و یک هیئتی مصوب شد که اینا رو کنترل بکنه و همه کسانی هم که درخواست داشتن رو ما درخواستشون تایید نکردیم. طبیعتا ما درخواست بیشتر از 500 تا داشتیم برای اینکه بیان عضو ایاد بشن، ولی شاید اون خصوصیاتی که مد نظر مجمع بوده رو نداشتن، یعنی مشتری های ناراضی داشتن یا مشکلاتی رو ممکن بود برای افرادی ایجاد کرده بودن و اینا خب طبیعتا قرار نبود که از اول هم عضو اتفاقا ایاد می‌خواست فیلتر بکنه، یعنی کسانی باشن که خوشنام باشن، خوب کار کرده باشن، پرونده منفی نداشته باشن، مشکلات حقوقی برای کسی ایجاد نکرده باشن. با اون هدف گذاری ما به حال به این تعداد اعضا رسیدیم. منم موافقم که شاید تعداد باید میتوانسته بیشتر از این باشد. سختگیری بیشتر از اندازه نبود. چرا؟ شاید توی یه بعدهایی هم سختگیری زیاد واقعا بوده و ما سیاستمون واقعا انقباضی بوده در این موضوع. سیاست سختگیرانه‌ای واقعا ترسیم شده بود، ولی الان در هیئت مدیره جدید مصوباتی اومده که یکم داریم مسیر رو هموارتر میکنیم که باز هم البته فیلترهای همچنان وجود دارد، ولی بتونیم اعضای بیشتری رو جذب کنیم. برای در نهایت با توجه به این صحبتایی که کردین، شرکت هایی که الان در حالت استندبای هستن و ایادو دارن نظاره میکنن که بیان جزو این مجمع بشن و به این کلونی بپیوندن، روی صحبتتون با اونا چی؟ ما دو گروه استندبای داریم. یه گروه کسایی هستن که ما درخواست دادن و درخواستشون شاید بررسی شده در اون هیئت اولیه و مورد تایید واقع نشده. یه گروه اینا اصلا استندبای هستن که اینا خب مجدد قرار است که پرونده‌هاشون بررسی بشه. یه گروهی هم افرادی هستن که مردد هستن، یعنی اصولا استندبای نیستن، اینا مردد هستن و منتظرن ببینن که ایاد به کدوم سمت داره میره و آیا وابستگی هایی دارد به جاهای خاصی یا ندارد و یه نگرانی هایی شاید از این باب وجود داشته باشه که ما اینا رو دعوت میکنیم. اگه شرکت هایی هستن که خوشنام هستن، طبیعتا اینا خیلی راحت مسئله عضویتشون در یک پروسه خیلی سریع انجام میشه و میتونن بیان عضو ایاد بشن و خودشون آورده هایی برای ایاد خواهند داشت. طبیعتا تجربیاتشون آورده هایی هست که میتونه برای ایاد داشته باشه و برای سایر اعضا باشه. همینطور میتوانن از تجربیات دیگران و نظرات دیگران هم توی کسب و کارهای خودشون استفاده بکنن. دو طرفه هست دیگه، به نوعی یک بدبستون اطلاعاتی هست، به نوعی که بتونن اطلاعاتشون رو شیر بکنن با دیگران هم طبیعتا اطلاعاتشون رو شیر میکنن و نهایتا برای اعضا همون فردی که عضو شده منافع دو طرفه خواهد داشت.